به نام خدا، با سلام خدمت شما دوستان عزیز. از عوامل دیگر مساعد کننده فشار خون بالا میتونیم نقص یا دریافت بیش از حد برخی املاح و مواد معدنی رو ذکر بکنیم. عدم تعادل در دریافت برخی املاح و مواد معدنی میتواند در برخی از بیماری‌ها از جمله فشار خون تأثیر مستقیم داشته باشه. به عنوان مثال نمک یا مشخصاً سدیم نقش مستقیم در ایجاد فشار خون بالا داره. به خاطر این ما بحث سدیم رو بسیار روش حساسیم، یا همون نمک طعامی که ما روزمره داریم مصرف میکنیم. در مقابل این پتاسیم اثر معکوس داره، یعنی کمک میکنه به اینکه فشار خون کاهش پیدا بکنه. منیزیم اثر مثبت داره، یعنی باعث کنترل و کاهش فشار خون میشه. ولی اینجا بیشتر ما بحثمون سدیم کلراید یا نمکه که خب یکی از مشکلات اساسی جامعه هست و داریم بیش از حد مجاز و بیش از حد نیاز بدنمون در روز ما نمک دریافت میکنیم. میزان نیاز بدن ما به طور متوسط حدود 4 تا 5 گرم سدیم کلراید یا نمک در شبانه روز هستش. ولی اون چیزی که بر اساس برآوردها در واقع گفته میشه، چیزی حدود 3 تا 5 برابر حتی برخی افراد دارن در ایران نمک دریافت میکنن. این اشاره داره به این که بحث مصرف نمک رو بسیار 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 جدی بگیریم و مصرفش رو محدود بکنیم. اولین گام این هستش که نمکدان و نمک رو از سفره ها حذف کنیم. حالا شاید برخی بپرسن پس اون نیاز بدن چه می شود؟ اون خیالتون راحت باشه، ما به اندازه کافی نمک رو به صورت پنهان داریم از غذاهای مختلف دریافت میکنیم. از قرص نانی که داریم مصرف میکنیم که حدود 1% نمک هست، تا انواع اقسام غذاها، اینا همه درشون نمک هست که بهش میگیم نمک پنهان و بیشتر از حتی اون نیاز بدن هم هستش. بنابراین لازم نیست ما نمک اضافه تری به غذامون بزنیم و ذائقه‌مون رو باید طوری تغییر بدیم که از این شور دوستی و نمک دوستی دور بشه. شاید سخت باشه، شاید برای بعضیا اولش مشکل باشه، غذا بهشون نچسبه، نمیدونم غذا بیمزه باشه، ولی به مرور میتونه ذائقه عادت میکنه و بنابراین میتونن یک کمک بسیار بزرگی به حفظ سلامت خودشون در آینده بکنن. متشکرم.